این دفعه من توی با یه آموزش برای گازور زدم. شما دیگه نمیخواد 2 سانت دومی بگیرید. بعضی از این گونی استفاده حالا برای کسایی که حالا این گونی‌ها نداره. بهترین روش از نظر خودم اینه که حالا دستگاه گازور استفاده کنید. اگه ندارید یه قطعه 2 سانت دومی برش میدید، شابلون می‌کنید، وصل می‌کنید، یه شابلون درست برش هم یه دونه علامت بزنید که بدین همیشه قسمت بالا یه وقت جابجا نذارید. به همین سادگی خیلی راحت هر جایی که نیاز داشتید می‌تونید علامت بدید. همون 2 سانت دومی در میاد. حالا وسط بالا پایینش هم که هر روستایی یه عبادی میزنن، حالا قسمت هر داری یه عبادی رو در میارن بچه‌ها. یه نکته خیلی مهم فقط من یه قطعه رو براتون گازور زدم. می‌خوام دو تا بگار رو نصبش کنم. یه چیز خیلی مهم اینه که شما حتما از یه قطعه پلگاه استفاده کنید. اینو بذارید پشت دو تا لولا که هر دو تا داخل یه راستا باشن. کجو کله نباشن اینا. هر دو تا داخل یه راستا باشن. خیلی کمک میکنه به اینکه خیلی راحت‌تر داره ریگاژ کنید. اکثر لوله‌هایی که دچار صدای گیج میشن، یکی از دلایلش اینه که یه دونه از لوله‌ها کج نصب شده. یا حالا دو تاش یا یه دونهش کج نصب شده. با این روش هم جلوگیری میکنه از اون صدا، هم خیلی راحت‌تر میتونید در ریگاژ